درود دوستان، به پادکست فارسی با مانا خوش آمدید. در این گفتار به منوچهر شاه می‌پردازیم و اینکه روزگار او به سر رسیده بود و خودش از موبدان و بزرگان درخواست میکنه تا طالع اون رو ببینن. اونها نیز چنین میکنن و با کمال ناراحتی و درد پایان اون رو یادآور میشن. منوچهر فرزندش نوذر رو فرا میخونه و او را فراوان پند میده و جانشین خودش اعلام میکنه و از اون میخواد که داد و دهش رو الگوی کار خودش قرار بده و همواره راه و روش فریدون و دیگر نیاکانش رو دنبال کنه. هر زمان که از دشمنان احساس درماندگی و ناکامی بکنه، از سام و زال یاری بجویه، چرا که اونها از پهلوانان و قدرتمندان همیشه یاور و وفادار بودن. دیری نمیپایه که منوچهر شاه از دنیا میره و نوذر پس از عزاداری بر تخت پادشاهی می نشینه و خودش رو پادشاه عالم اعلام میکنه. اما پس از چندی دیدگاه و روش اون از دادگری و خردمندی برمیگرده و راه ناراستی رو پیشه میکنه تا جایی که مردم ایران زمین و بزرگان مملکت از اون ناراضی میشن و دادخواهی رو شروع میکنن. نوذر بسیار درمانده میشه، چرا که هر آن تخت و پادشاهی خودش رو در خطر میدیده، تا اینکه نامه‌ای برای سام مینویسه و از اون درخواست یاری میکنه. سام نیز به محض اینکه نامه رو میخونه همراه با لشکریانش به سوی نوذر روانه میشه. بزرگان ایران وقتی سام نریمان و پهلوانان رو میبینن بسیار مسرور میشن و به استقبالش میرن و شکایت خودشون و مردم را از نوذر برای اون شرح میدن. سام نیز به اونها میگه که این چه کار و حرفی هست که شما میزنید. از یزدان پاک بترسید، چرا که اون یادگار فریدون و منوچهره. بزرگان به سام میگن ما تو رو یاری میکنیم تا نوذر رو از تخت پادشاهی پایین بیاری و خودت بر جای اون بنشینی، چرا که هیچ کس به اندازه تو سزاوار این جایگاه نیست. و سام از شنیدن آن حرفها بسیار ناراحت شد و به آنان گفت که چون نوذری از نژاد کیان به تخت کیی بر کمر بر میان، به شاهی مرا تاج باید بسود، محال است و این کس نیارد شنود. خود این گفت یارد کس اندر جهان، چون این زهره دارد کس اندر نهان. اگر دختری از منوچهر شاه، بر آن تخت زرین شدی با کلاه. نبودی جز از خاک بالین من، بدو شاد بودی جهان بین من. دلش گر ز راه پدر گشت باز، بر این بر نیامد زمانی دراز. هنوز آهنی نیست زنگار خورد، که رخشنده دشوار شایدش کرد. من آن ایزدی فره باز آورم، جهان را به مهرش نیاز آورم. شما برگذشته پشیمان شوید، به نویز سر باز پیمان شوید. سام به بزرگان قول میده که نوذر رو به راه راست برگردونه و از اونها میخواد که به عهد و پیمانشون با او بازگردن و دادخواهی رو کنار بگذارن. سپس خودش به نزد نوذر میره و نصیحت کردن و پند دادن به اون رو میآغازه. جهان پهلوان پیش نوذر به پای، پرستنده او بود و هم رهنمای. به نوذر در پندها را گشاد، سخنهای نیکو بسی کرد یاد. ز گرد فریدون و هوشنگ شاه، همان از منوچهر زیبای گاه. که گیتی به داد و دهش داشتند، به بیداد بر چشم نگماشتند. دل او ز کژی به داد آورید، چنان کرد نوذر که او رای دید. دل مهتران را بدو نرم کرد، همه داد و بنیاد
آزرم کرد. چو گفته شد از گفتنی ها همه، به گردن کشان و به شاه رمه. برون رفت با خلعت نوذری، چه تخت و چه تاج و چه انگشتری. زمانی که سام دید نوذر به راه راست بازگشته و بزرگان گردنکشی رو رها کردند، با خیال راحت به منزلگاه خود بازگشت. اما روزگار در سختی ها رو برای نوذر گشود، به این شکل که وقتی پادشاه توران پشنگ از مرگ منوچهر و ناکارآمدی نوذر آگاهی پیدا کرد، تصمیم گرفت که به ایران حمله کنه. شروع کرد به صحبت در مورد نیای خودش تور و اینکه فریدون و منوچهر چه بر سرش آوردند و یکی یاد کرد از نیازاد شم، هم از تور برزد یکی تیز دم. ز کار منوچهر و از لشکرش، ز گردان و سالار و از کشورش. همه نامداران کشورش را، بخواند و بزرگان لشکرش را. چو ارجسپ و گرسیوز و بارمان، چو کلباد جنگی هژبر دمان. سپهبدش چون ویسه تیز چنگ، که سالار بود بر سپاه پشنگ. جهان پهلوان پورش افراسیاب، بخواندش درنگی و آمد شتاب. سخن راند از تور و از سلم گفت، که کین زیر دامن نشاید نهفت. کسی را کجا مغز جوشیده نیست، بروبر چنین کار پوشیده نیست. که با ما چه کردند ایرانیان، بدی را ببستند یک یک میان. کنون روز تندی و کین جستن است، رخ از خون دیده گه شستن است. ز گفت پدر مغز افراسیاب، برآمد ز آرام و از خورد و خواب. به پیش پدر شد گشاده زبان، دل آگنده از کین کمر برمیان. که شایسته جنگ شیران منم، هماورد سالار ایران منم. پشنگ زمانی که دید پسرش افراسیاب گرد و پهلوان شده و در خور جنگ با ایرانیان هست، اون رو همراه با لشکریانش به سوی ایران روانه کرد. اغریرث فرزند دیگر پشنگ بود و زمانی که متوجه شد که اونها قصد جنگ با ایرانیان رو دارند، به نزد پدرش رفت و گفت این کار بسیار اشتباهیه و درسته که منوچهر شاه از دنیا رفته، اما هنوز سام پهلوان و دیگر گردهای ایرانی هستند و از ایران نگهبانی و نگهداری میکنن و این کار شما اصلاً از روی خرد نیست. پسر رو چنین داد پاسخ پشنگ، که افراسیاب آن دلاور نهنگ. یکی نره شیر است روز شکار، یکی پیل جنگی گه کارزار. تو را نیز با او بباید شدن، به هر بیش و کم رای فرخ زدن. نبیره که کین نیا را نجست، سزد گر نخوانی نژادش درست. پشنگ به اغریرث میگه افراسیاب مثل شیر هست و به راحتی میتونه اونها رو شکست بده. تو هم باید با او در این جنگ همراه بشی و بازمانده‌ای که خواهان کینه‌خواهی برای نیاکانش نباشه، سزاوار هست که اون رو از نژاد اونها ندونیم. در واقع در اینجا یه بی احترامی و به قول خودمون متلک هم پشنگ به اغریرث میندازه و ادامه میده که شما باید روان نیاگان ما خوش کنید، دل بدسگالان پرآتش کنید. همگی برای جنگ آماده میشن. زمانی که ایرانیان از اومدن سپاه توران با خبر میشن، همراه با سپهداری قارن و همراهی خود نوذر به راه میافتن. در راه خبر میرسه که سام گرد از دنیا رفته و زال در حال فراهم کردن دخمه‌ای برای اونه. این خبر به تورانیان نیز میرسه و آنان از شنیدنش فراوان خوشحال میشن. افراسیاب
شبانه نامه‌ای برای پدرش پشنگ می‌نویسه که سام مرده و ما سپاهمون خیلی زیادتر از سپاه ایرانیانه و بدون شک اونها رو شکست خواهیم داد. و 2 سالار خودش یعنی شماساس و خزبران رو فرا میخونه و با 30,000 سپاهی به سوی زابلستان روانه میکنه تا اونها زال رو نیز نابود کنن. شب به پایان میرسه و در پگاه یکی از پهلوانان افراسیاب به نام بارمان از افراسیاب میخواد که بره و با ایرانیان بجنگ. اما اغریرث دوباره میگه این کار اشتباهیه و بارمان یکی از قهرمانان خوب توران زمینه و اگر به دست ایرانیان نابود بشه تمامی امید دیگر پهلوانان و سپاهیان از بین میره و دل شکسته میشن. اما افراسیاب از گفته اغریرث خوشش نمیاد. چون این گفت اغریرث هوشمند که گر بارمان را رسد زین گزند، دل مرزبانان شکسته شود، بر این انجمن کار بسته شود. یکی مرد بینام باید گزید، که انگشت از آن پس نباید گزید. پراژنگ شد روی پور پشنگ، ز گفتار اغریرث آمدش ننگ. به روی دژم گفت با بارمان، که جوشن بپوش و بزه کن کمان. تو باشی بر آن انجمن سرفراز، به انگشت دندان نیاید به گاز. پس بارمان به میدان جنگ شتافت. از بین ایرانیان قارن به لشکریان گفت چه کسی حاضره که با بارمان بجنگه؟ هیچ کس داوطلب نشد و از میان جوانان قباد برادر قارن که سن و سالی ازش گذشته بود آمادگی خودش رو ابراز کرد. قارن بسیار عصبانی شد و گفت از میان تمامی این جوانان قبادی که سنی ازش گذشته باید بره جنگ؟ و ای برادر اگر از بین بری من چی کار کنم؟ قباد میگه هر کس زمان مرگش فرا برسه رفتنیه، چه در بستر باشه و چه در میدان نبرد. و ای برادر تو خودت رو ناراحت نکن و غم به دل راه نده. سپس آماده جنگ میشه. بگفت این و بگرفت نیزه به دست، به آوردگه رفت چون پیل مست. چون این گفت با رزم زن بارمان، که آورد پیشم سرت را زمان. ببایست ماندن که خود روزگار، همی کرد با جان تو کارزار. جنگ میان 2 تن آغاز شد و در نهایت قباد شکست خورد و به دست بارمان کشته شد. قارن خاک بر سر ریخت و بارمان با خوشحالی به سوی افراسیاب بازگشت. افراسیاب خلعتی‌های بیشماری نثار اون کرد، اما قارن از خشم تمام لشکر رو فرا خوند و به سمت تورانیان تاختن گرفت. افراسیاب وقتی تاخت و تاز قارن رو دید لشکرش رو به سوی اونها روانه کرد. جنگ تا شب هنگام ادامه یافت و هر 2 سپاه برای استراحت به جای خود بازگشتند. قارن با چشمی گریان و بسیار متاسف به نزد نوذر رفت و نوذر مرگ قباد را به او تسلیت گفت و گفت ما از پس تورانیان بر نخواهیم اومد. قارن پاسخ داد که از زمان فریدون من کمر به خدمت و جنگجویی برای ایران زمین بستم و محاله که کم بیارم. شب به پایان رسید و روز دوم جنگاوری شروع شد. جنگ اونم چه جنگ طاقت فرسایی. دهاده برآمد ز هر 2 گروه، بیابان نبود ایچ پیدا ز کوه. بر انسان سپه بر هم آویختند، چو رود روان خون همی ریختند. دوباره جنگ تا شب هنگام ادامه پیدا کرد
و این بار سپاه ایران بسیار خسته تر از سپاه توران به نظر می رسید. از ایران سپه بیشتر خسته شد، وزان روی پیکار پیوسته شد. به بیچارگی روی برگاشتند، به هامون بر افکنده بگذاشتند. دل نوذر از غم پر از درد بود، که تاجش ز اختر پر از گرد بود. نوذر پسرش طوس رو فرا میخونه و طوس همراه با دیگر برادرش گستهم به نزدیک اون میرن. نوذر به اونها میگه که پدرم قبل از فوتش به من گوشزد کرد که ترکان به ما حمله میکنن و روز رو بر من و ایرانیان سیاه خواهند کرد. از شما میخوام که همکنون سپاه و من رو رها کنید و به سمت شبستان برید و زنان و کودکان رو به جای امن مثل البرز کوه ببرید و جان خودتون رو نجات بدید تا بدین وسیله از خون و تبار فریدون افرادی باقی و زنده بمونند. سپس هر دو پسرش رو در آغوش گرفت و آن دو سریع فرمان پدر رو اجرا کردند. 2 روز سپاهیان دو طرف استراحت کردند و روز سوم دوباره جنگ آغاز شد. قارن با نوذر در قلبگاه لشکر موند و ستون لشکریان شد. تلیمان در چپ لشکر و شاپور در راست لشکر جای گرفت. جنگ ادامه یافت، اما کاملا آشکار بود که نوذر ضعیف شده و در نهایت لشکر و نوذر در قلعه دهستان پناه گرفتند و تورانیان اونجا رو محاصره کردند. از سوی دیگه افراسیاب قراخان پسر ویسه رو به پارس میفرسته تا مبادا از پارس برای نوذر و لشکریانش آذوقه فرستاده بشه. قارن آگاه میشه و وحشت میکنه که نکنه شبستان ایران به دست تورانیان بیفته. پس شب هنگام قارن با شیروی کشواد به سپاه توران حمله میکنه و قارن کین برادرش قباد رو از بارمان میگیره. یکی نیزه زد بر کمربند اوی، که بگسست پیها و پیوند اوی. و در نهایت قارن و دیگران به پارس میگریزند. نوذر هم با شنیدن این خبر همراه با سپاهیانش به سوی ایران حرکت میکنه. افراسیاب هم متوجه میشه و چون اژدهای سیاه اونها رو دنبال میکنه و باز 2 سپاه در بیابان به هم میرسن و نوذر و افراسیاب چندی با هم نبرد میکنن. ز گرد سواران جهان تار شد، سرانجام نوذر گرفتار شد. زمانی که نوذر اسیر شد، افراسیاب ویسه پدر بارمان رو برای جنگ با قارن و گرفتن انتقام از او راهی میکنه و به اون میگه به پارس برو و سر قارن رو برای من بیار. قارن از این موضوع با خبر میشه و گروهی رو به سوی نیمروز میفرسته تا به یاری زال بشتابن و خود ز پارس بیرون میاد و در دشت به انتظار دشمن میسته. چندی نگذشت که ویسه به قارن رسید و فریاد زد که ای قارن، بدان که شهریارت در دستان ماست و اینک سراسر ایران حتی زابلستان و کابلستان نیز در چنگ ماست. قارن هم گفت من فرزندت رو کشتم و همکنون نیز خودت رو نابود خواهم کرد. جنگ برپا شد و غبار همه جا را فرا گرفت. وزیر تورانی برای نابودی قارن بسیار تلاش کرد، اما موفق نشد و سرانجام از جنگ با او روی برتافت و در نهایت به سوی افراسیاب گریخت. قارن نیز اون رو به حال خودش رها کرد تا مثل مرغان ترسو بگریزد. ادامه سرانجام کار ایران و زال و نوذر در گفتار آتی پی خواهد گرفته شد. امیدوارم از این مبحث لذت برده باشید و مانا باشید.